کشور ما تاجیکستان یک کشوری نه چندان بزرگ و نه چندان خرد از جهت مساحت هم باشه، از جهت تعداد شهروندان هم باشه، در بین 200 کشور که از اون بیشتر جایی از بین 95 تا 100 همین جا را اشغال میکنه. یعنی که میانه است در بین همه کشور. نه که متاسفانه مشکلاتی که داره در داخلش حداقل میانه نیستن، در همون وسط نیست. امروز چگونه که نظرسنجی ها می شود، مردم ما یعنی که حالت زندگیش از همه جهت در پسترین جا قرار دارد، از جهت ظلم باشد در بلندترین. خب و وقتای اخیر هم اهمیت میتیم که چقدر آید تاجیکستان چقدر یعنی که توجه میشود، چقدر صحبت ها میشود، چقدر اطرافش سخن ها میرود، نه تنها از داخل کشور، نه تنها از جانب شهروندان تاجیکستان، بلکه از طرف جامعه جهانی، از نمایندگان کشورها، از طرف سازمان ها. این چه روز تا روز داره یعنی اوج میگیره، بلند میشه. و سببش در چی است؟ سبب در چی است که امروز یک توجه خاص بالای کشور ما شده است، بالای مردم ما شده است. سبب در چی است؟ اگر ما بگیم که مشکلاتی که امروز میشه یک چند سال پیش نبود، البته این خطا میکنیم، این هم درست نیست. مثال میگیریم هر چیزی باشه، قتل، کشتار، تجاوز کردن، آدم ربایی، زندانی کردن، ظلم، هر چیزی که باشه، مهاجرت، هر چیزی که باشه. البته دیروز پیدا نشدن، اینا چند ده سال است که دارن ادامه میابند. لیکن سبب در چی است که امروز یعنی توجه شد و اطرافش حرف میزنن، گپ میزنن، یعنی که زیاد دخالت هم میکنن. سبب در چی باشه؟ سببش در اون است که پیشتر یعنی که هر یک از رئیس جمهور سرکرده تا راهبر ساختارها تا حزب سازمانها، خب دیگر نفرهای روشنفکر، هر نفرهایی که بدن به مردم نزدیک نبودن، ارتباط نداشتن با مردم. یکی از سببهای اساسیش از نگاه ما همین است. مردمی نبودن، با مردم مذاکره نکردن، صحبت ها نگذراندن، درد مردم ها نپرسیدن. البته نمیگم که بکولگی نبود، نه، بود، تا اندازه بود. و خصوصا در اطراف معرکه های خواب دیگر بگیم معرکه های پیش از انتخاباتی پرزیدنتی باشن یا که پارلمانی باشن، در اونجا بیشتر دیده میشید. از هر قشر جامعه که با مردم نزدیکتر میشدن، صحبت ها میشیدن و نفرهای هم بدن که البته که میخواستن با مردم در تماس باشن، صحبت کنن، لیکن امکانیت نداشتن. برای اکثریت اونها یک خط قرمزی بود که اونا نباید که از اون بیرون قدم میگذاشتن. یک خط بود براشون و اون خط هم از جانبی بگیم قانون نبود. اون خط بود که خود مثال بگیم رئیس جمهور رحمان فونه کشیده بود. بعد از خط کشیده اون بیرون نمیشیدن. یعنی اجازه نبود که استفاده تلویزیون، رادیو یا نزدیک شدن در یک میدان، در هر جایی که با مردم صحبت کنن، این اجازت این نبود. و اون خطی هم که چگونه بگیم، اگر ما سرقانون رو نگاه کنیم، در سرقانون هم اینا اجازت بود. فقط این خط از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان کشیده شده بود و اون نفران نمیتونستن که از این خط قدم خودشون بیرون بگذارن. و امروز دخالت ها است. سببش در چی است؟ ما مثال میگیریم. در سالهای مثال بگیم که وقتی که در منطقه کلاب عملیات گذراندن بالای خانه مردم، خب چندین نفر رو بگیم که ضررهای جسمانی و روحی هم دیدن. و بگیم در منطقه رشت، بدخشان، خوجند، در همه منطقه مثال تاجیکستان وقتی میشید، اگر ما اونا را بیاریم به آخران همین گونه عملیاتی که از طرف رژیم امروزه گذشت، در خب به عنوان بگیم حاجی علیم نام گرفت، اگر به اون دقت کنیم و مقایسه کنیم که چقدر یعنی که فرق داشت، در اون سال زمان مردم چگونه اینا قبول داشتن و در زمان دیگر یعنی یک چند سال اخیر چقدر مردم چگونه یعنی که مقاومت میکردن، حرف میزدن، دفاع میکردن، یا که سببهای اساسیش هم میخواستن که بفهمن که چی است. چون پیشتر هر چیزی که میشید رژیم به مردم هیچ چیزی یعنی خبر نداد، پشت درهای بسته میگذاشت. هر چیزی که میشید
پشت درهای بسته، چون هیچ کسی هم نبود که اون درها را بکوبه، هیچ کسی هم نبود که بگه که خب چی میگذره پشت این درهای بسته، هیچ کس. یا چگونه که گفتیم بودن، یا تو به اندازه با اون اندازه‌ای که کافی باشد تا اون اندازه، یعنی که دخالت نمی‌کردن. اما خط یعنی که نمی‌خواستن که بریم. اگر هر کسی هم که از اون خط قدم شد بیرون روش، البته که می‌دونیم که دیگر عاقبتش چی شد، یا زندانی شد، خب یا کشته شد، یا که هجرت کرد، یک چیزی آمد بالای اون کس. و همچنین اگر ما امروز بیاریم قیاس کنیم که یعنی که یک چند سال قبل هیچ مادر مثال بگیم سوزانده نشید، کشته نشید، دار آویخته نشید، البته شید و امروز هم میشود و فرقش نگاه میکنیم که مردم دخالت میکنن. و همچنین در زندان ها یعنی که قتل کشتار میشید، امروز هم میشود مردم دخالت میکنن. آید مهاجرت هم همین گونه. خب مثال میگیرم وقتی که نفران ناپدید میشیدن در این مسئله، هر چیزی که میشید رژیم اون وقت به مردم چیزی نمیفهمون. امروز چی بود، امروز چی است، امروز برعکس. یا مثال دیگر ال میاریم که یک چند روز پیش خب خبری که امروز سر صدای همه جا را گرفته است و تا امروز هم یک معما باقی مانده است، قضیه شراف‌الدین گدایف. مثال خوب نگاه میکنید که امروز رژیم چی داره میکنه. آیا پیش وقت کسی را بوده نشیده بود؟ البته بود. چندین نفرها را گرفتن از هر جایی که میخواستن و هر راهی که میخواستن به طرف تاجیکستان میبردن. نه که رژیم چی؟ رژیم پروا نداشت که چی فکر میکنه. هر سه که میشید باز پشتی همون درهای بسته بود. پروا نداشت مردم چی فکر کنه و اکثریت مردم هم فکر این چیزا هم نداشت. نزدیک نمیشیدن به کارهای حکومت، نزدیک نمیشیدن، چون میفتن که اینها داناترن، اینها خوب میدونن. یک نفرهایی بودن که نپریکاسای میبگیم، خب یعنی با اونو نباید نزدیک بشید، اونها را فقط گاه وقت باید از طریق تلویزیون ببینید. این کفایه است. مثال یک چند سال پیش برادر مقصود ابراهیم مثال بگیم که در خود مسکو میدونه که اول کار زده شد، در بدنش 6 کار زدن، بدن اون را پاره کردن، اونم خودشم از داخلی مقصد بیمارخانه‌ای که بود نوار گرفت و مردم نشون داد و فهموند که سببش چی است. خب برادرانش هم صفانش هم بودن که صدا بلند کردن، از این باره حرف میزدن، لیکن مردم به این چیز اون سالها قدر نزدیک نمیشید. قدم های اولی مردم بود بگیم خطا نمیکنیم، نه که تو اندازه امروزه نه. بعد از اون هم دزدیده شد، برده شد به طرف تاجیکستان. خب یک مدت بازم بعضا سر صدا و دیگر چیز، نه که کفایه نبود. رژیم هم چیزی حرف نمیزد. یک وقت گفت که نه خبر نداریم، یک وقت دیگر گفت که خب بله همینجاست و بالاخره 17 سال زندانش کردن. که برادر مقصود در یک حالتی بود که بعد از همون کار خوردنش ما وقتی صحبت داشتیم واقعا ناراحت هم بود. خب اونجا صحبت ها زیاد بود، چون ناراحتیش هم در این بود که زیاد نفرهایی که امروز حرف میزنن از درد مردم، امروز حرف میزنن، خب دفاع میکنن، هر کسی باشن، نفرهای مستقل باشن یا زیر حرکت سازمانی باشن، چی در داخل باشن چی در بیرون باشن، بودن نفرهایی که همون شب و روز در همون منطقه قرار داشتن، نفرهایی بودن که امروز هم قرار دارن، یعنی که با مردم نزدیکن، نه که هیچ نفر نزدیک به مقصود نمیشه، هیچ نفره، چون درد خود حساب نمیکردن. مقصوده که تنش پره بود، اون درد خود حساب نمیکردن، هیچ کس نزدیک نمیشد. من مطمئنم که اگر که مقصود امروز کار میخورد سر و صداش خیلی بلند میشید. مطمئنم که اگر امروز مقصود کار میخورد در بین ما میبود، خب دیگر از تاجیکستان بیرون میبود، نسبت اون زیاد خب آیدیم زیاد چیزها نوشته میشید، گفته میشید، باید رفته او را عیادت میکردن، یک چند سلفی دیگر هم همراهش میکردن، یعنی خیلی. لیکن چی؟ اون وقت قدم های اولی مردم بود. و امروز جایی که ما و شما رسیدیم، آیا کفایه و ما در راه درست داریم میریم؟ البته ما در راه درست داریم که قدم میزنیم و در راه درست میریم و تشکر مینداری میکنیم به همه نفرایی که امروزها در فکر مردم هستن، یعنی که کنار نمیگیرن خودشونه و در هر قضیه و در هر مشکلات مردمی که باشن نزدیک میشن، دخالت میکنن. و این هم یکی از برنامه‌های حرکت سیاسی گروه 24 بود که این از روز اول نزد خود وظیفه گذاشته بود که مردم به درد یکدیگر آشنا کنن،
تا خچونا کنار نگیرن دیگر. نسبت یکدیگر، درد یکدیگر باید ما حرف بزنیم، یکدیگر را دستگیری کنیم. متاسفانه حالت‌های بود و این روزها هم هست، حالت‌های بود که بالای برادر فشار میاد، بالای برادر فشار میاد، برادر زندانی میکنن، برادر قتل میکنن، برادر دیگرش نزدیک نمیشه تا که اون مشکلی به این نگذره، تا این مشکلی به این نگذره، نزدیک نمیشون. نزدیک یک حادثه شده بود در کتابش هم هست، البته یک حادثه شده بود یک 20 سال قبل، بیشتر حتی، در ژاپنیا در مترو. در همونجا یک حرکت رادیکالی بود که در مترو زهر پهن میکنن، مواد شیمیایی، و چندین نفر در اونجا یعنی که جان خودشون از دست میدن، چندین نفر دیگر جسمانی ضرر میبینن برای سالهای طولانی. و اون نفرایی که جان خودشون از دست میدن نزدیکان اون نزدیک نمیشون به همون جسدا تا که همون زهر به بدن اونا نگذره، تا که اینا زهرآلود نشون. و در مردم ما هم متاسفانه همین چیز هست. نفرهایی هست که رژیم اینا را نابود میسازد و کلا 1 ساعت وقت میتکید تا که شما نفراتون زیر خاک کنین، نزدیک نشین. فقط مادرش هست، خواهرش هست، هر کس نوله نکنین، برای فرزندتون حرف نزنین، به جسد نزدیک نشین. بعض نفرها را حتی نشون نمیتن جسده، به مثلی که همون زهری که در ژاپنیا بود همون گونه یعنی باشه، اینو زهرآلود باشه. یا که از طرف خود خویشاوندانم نزدیک نمیشدن به اون جسد تا که مرا شاید در جنازش بینن. خب تا در جنازه نفری هستی که زیدی رژیم قیام کرده است، این نبود. یک زهری هم امروز در جامعه ما هست و الله را شکر میگیم و مینداری هم میکنیم که امروز البته فرق میکنه. یکی از برنامه‌های ما یا که دیگر حرکت‌های سیاسی که بدن در از هر وقتی که باشه، یعنی که مطمئنم که دیگر حرکت‌های سیاسی هم که بدن مقصدشون همین بود که مردم با درد یکدیگر آشنا بشوند و به طرف نباشند، حرف بزنن از درد و غم یکدیگر. تا اون زمانی که ما دردی یک نفر دیگر، دردی همسایه، خب دیگر هم کشور، هر چیزی باشه، دردی خود قبول نکنیم، در پهلو نباشیم، ما به یک جایی نمیرسیم. هر کشورهایی که به یک سطح بلند رسیدن، اونا البته که در حالت یک جایگی رسیدن و تنشون به محبت ساختن. یعنی که ما باید محبت داشته باشیم. البته می شود در تاجیکستان مثال 9 میلیون نفر اگر ما بگیم حساب کنیم، 9 میلیون نفر داشته باشیم، نمیشه که 9 میلیون نفر دوست بداره. نه، این غیر امکان است، نمیشه. مثال من از خودم مثال میارم، من نمیتونم که 9 میلیون نفری را که هست در تاجیکستان دوستش بدارم، چون نفر را نمیشه که ندیده باشی با اون محبت داشته باشی. یگانه البته میشه به خداوند، به پیغمبرها از خواندن نزدیک شدن، لیکن کلا خب کل مردم در یک جمعیت قرار داری، نمیتونی همه را دوست بداری، به همه نزدیک باشی. لیکن یک چیزا میگن مسئولیتی، محبت داری یا نداری و حس کنی که مسئول هستی. یعنی تو شهروندی کشورت هستی و وظیفه‌دار هستی که برای شهروندان کشورت، برای وطنت، برای مردمت خدمت بکنی، نوابسته از اونی که اون 9 میلیونی که هست اون دوستش میداری یا نه. شاید 100,000 شا دوست میداری، 200,000 شا میشناسی، رابطه داری، یک نمیشه با 9 میلیون رابطه داشته باشی، نزدیک باشی، گفت و شنید داشته باشی. اگر که محبت هم نداشته باشی، پس باید حس کنی که مسئول هستی، مسئولیتی داری که دفاع کنی و برای اونا یک کار خیر انجام بدی، وطن تا محافظت کنی، بسازی وطن تا. این است. و بازم در همینم که هر یک حرکت‌های سیاسی که هستن، امیدوارم که سعی، کوشش، تلاش همشون برای همین بود که مردم با یکدیگر نزدیک باشن، مردم درد یکدیگر را قبول کنن و ما داریم به این میرسیم، قدم به قدم، قدم به قدم ما داریم به این میرسیم. ما الله را شکر میگیم که امروز کسی خودشه، البته یعنی منظورم نفرایی که به همین مقصد دارن، خودشون به طرف نمیگیرن از درد مردم، خودشون نمیگیرن. و امیدوارم که ما قدم به قدم بازم نزدیکتر میشیم. یک مثال، وقتی که یک نفر
خداجویی میکنه، هر کسی که باشه در فکر خداوند هست، چی نفرایی چی مسلمان باشه غیر مسلمان باشه اتئیست باشه، هر نفری که میخواد که خدا را پیدا کنه، خدا شناسی کنه، کوشش میکنه و مرتبه داره که به خداوند نزدیک بشه و در همین جا شیطان چیکار میکنه؟ مانع میشه و را نمیگذاره که به مرتبه نزدیکتر شود به خداوند. این چیزا مقایسه هم کردگین دیدگین در زندگی هم زیاد نفرایی هستن که علم میگیرن یک مرتبه بلند میرون و بالاخره چی میشون؟ یعنی که همون شیطان وسوسه شون میکنه و اونو میان چی دورتر میشن از خداوند، باز خیلی دور میشون. امروز ما و شما مردم تاجیکستان نفرایی که مبارزه میبریم، ما و شما در کوشش تلاش خودسازیم، میخوایم که به اون سطحی که نگاه داریم آزادی به اونجا برسیم و مردم رو ببریم. یعنی ما قدم به قدم مرحله به مرحله به اون مرتبه داریم میرسیم. در اینجا در حال شیطان باشد، رژیم امروزه بازی های خودش در بین گذاشته است، نمیخواه که ما و شما به اون مرتبه برسیم. اینا نمیخواه رژیم امروزه. اگر پیش وقت هر کاری داشت پشت درهای بسته میگذرون، هر کاری که داشت نظر مردم خواب دیگر اهمیت نمیداد، هر چیزی که پروا نداشت، امروز نه. امروز رول بازی میکنه. امروز شما هر کاری میکنین نسبت هر چیزی که حرف میزنین، امروز رژیم برای حرف میزنه در مقابل جواب میده. بعضا نفرها را مجبور میشه که زندان روان کنه، از داخل خود نفرایی را که استفاده برده است مجبور میشه که یک دو نفر قربان کنه، مجبور میشه که یک دو نفر از وظیفه آزاد کنه. چون چی؟ امروز همون رول شیطان داره بازی میکنه، نمیخواد که شما به اون مرتبه برسین، به اون جایی که آزادی که هست نمیخواد به اونجا برسین. چون شما آزادی را درک کردین، به اونجا رسیدین، دیگر شما غلام طبیعت نیستین. دیگر شما نمیگذارین، شما درک میکنین که ما در اصل سنگین قرار نداریم و ما نمیگذاریم. ما امروز نیاز به یک عائله، خب به یک چی نداریم که ما را راهنمایی کنه. ما در اصل سنگی قرار نداریم. در اصل سنگی مثال هر یک قومی بود به خود پیشوا انتخاب میکرد، یک نفری که پهلوان باشه اساسا. بعدن اومدن آدمایی که علم داشتن اساسا. بعد یک مدتی بود که نفرایی که سرفرزند بودن. ما در اون اصل قرار نداریم. امروز هر یک شخص تو اندازه را خوانده میتونه، نویسنده میتونه، خب دیگر ملاحظه کرده میتونه. جهان امروز مرزها دیگر کشوده است، جهان بینی است. یعنی که دیگر امروز نیاز به یک نفری نیست که ما را با قمچین خودش کنترل کنه، نظارت کنه. ما در وقت قرار نداریم. ما و شما میخوایم قدم به قدم به اونجا برسیم و رژیم امروزه در رول همون شیطان است، ما را نمیخواد که به اونجا برسیم. نمیخواد و خیلی ترس هراس داره. هر چیزی که هست امروز ببینید، هر قضیه‌ای که میشود شما وقتی که صدا بلند میکنید حتما یک چوره میبینه، حتما یک نفرایی را جزا میده. حرفای شما را اطرافش بحث و مناظره میکنن، جواب میتن دیگر امروزها. و امروز هم دارد جامعه علا را شکر که حرفایی که ما میزدیم اون را قبول دارن. روزهای میشید که ما حرف میزدیم میگفتن که شما زیاد سخت حرف میزنید. سیاست این نیست، در سیاست باید مثل شما حرف نزنی، در سیاست شما دیکتاتور میگین، شما رژیم میگین، خونخوار میگین، دزد میگین، نباید این خیلی حرف بزنه از سیاست مدار. یک بالاخره آمدن به اون جایی که ما میخواستیم به اونجا رسیدن و این حرفا را امروز تکرار میکنن. فهمیدن که همین گونه هست، باید همین راه را بگیری. یعنی که باید با این رژیم وقتی روپرو میستی نباید پشتی سرت نشون بدی، باید چهرهت نشون بدی، در روپروش بیستی و حرف بزنی. وقتی ما از انقلاب حرف میزدیم میگفتن که شما آشکار از انقلاب حرف میزنین و مردم خودش دور میگیره، مردم میترسن از انقلاب. نه، با مردم باید از انقلاب حرف زد. مردم باید فهمون انقلاب چیه، مردم باید فهمون که چه قدم به قدم رسید. و امروز دارن مردم اطراف انقلاب حرف میزنن آشکار. اگر ببینید این قدر وقت اطراف این موضوع ما صحبت نمیکردن در یک جایی، هر یک حرکت و سازمانایی که باشن، مردم باشه، هر کسی باشه، اگر اطراف این حرف نمیزدیم چی میشه؟ البته که باید با مردم حرف زد نسبت اینا. یکی از نقطه هایی بود که برای چی چند سال قبل هیچ توجه نبود بالای تاجیکستان، هیچ چیزی نبود، امروز توجه شده است.
شاید تکراری بشه. ما وقتی که در کشورهای روسیه شروع کردیم و یکم میدانی که در مسکو همراه برادران داخل شدیم در آمدیم، اونجا مصلحتمون همین بود که ما برای قربان شدن میریم، چون همین بود فکرمون، همین هم شد بالا یک چند نفر. خب چندین بار در اونجا دستگیر هم شدیم. یعنی مقصد اساسی همین بود که ما قربان بشیم تا توجه بالای کشور ما بشه، چون یک تاجیکستان یک کشور فراموش شده بود، کسی نظر نمیکرد طرفش. اون شب روز هم طرف کشورهای عربی مصروف بدن و رژیم هر چیزی که میخواست در داخل تاجیکستان تمام میکرد، هر منطقه را میخواست راحت میزد، کسی اون طرف توجه نمیکرد. بالاخره ما یکی از وظیفه‌مون همین بود که خودمون را قربان کنیم تا که طرف تاجیکستان توجه بشه. و امروز خب علاوه بر شکر که هست، توجه بیشتر است، لیکن در اون سطح نیست که ما قانع بگردیم، در اون سطح نیست. باید بازم کوشش کنیم، بازم در یک جایگی حرکت بکنیم. سبب امروز توجه همین است که راهبران مردمی نبودن، از خط کشیده رحمانوف قدمشون بیرون نمیگذاشتن. همین بود سبب اساسی با مردم صحبت ها نمیگذراندن، نه از طریق رادیو بود، نه از طریق تلویزیون بود. اگر که بود چگونه گفتیم پیش از برنامه یکم انتخاباتی خب دیگر بعضا چیزا میگذراندن. مردم هم از پهلو نگاه میکرد، میگفت اینا ما را به خاطر انتخابات استفاده میبرن، یک منفیت میگیرن، بیا ما هم چشممون رو میپوشیم، گویا اینا نمیفهمیم. طرفین خب به گفت خودشون باز میده. امروز هست دیگر، امروز خب تو اندازه با مردم ارتباط هست و این چیزی درست است و این را باید ما و شما دوام بدیم.